دیگه مثلا من به جای برداشتن 2 تا گان 3 تا گان بردار. اتچمنت که بهت میدم و برو روی کیارمت بچین تا لذتشو ببری. یعنی یه دونه گان تو تبدیل به 2 تا گان میکنه. شاتگان تو میتونی به اسنایپ شاتگان تبدیل کنی که پرای انمی رو برسونی. این اتچمنتی که دا آخر ویدیو گذاشتم و برو ببین حالشو ببر. انمی فکر میکنه که تو چطوری. یه اتچمنتی هست که اصلا باور نمیکنی این سیزن هم کار میکنه. اصلا اولا که من این اتچو چیدم به خودم گفتن که من چیتر نباشم، ولی دیدم این اتچمنت خیلی خوبه. باید برای شما هم بذارم که شما هم با خبر این اتچمنت چی و پرای انمی رو برزونیم. امیدوارم از این اتچمنت راضی باشین با حالش رو ببرین. و یه چیزی آخر ویدیو یه اتچمنت AK 47 رو گذاشتم، برو ببین بدون لگت سپرایزت میکنم، حتما از دستش ندید.